به نام خدا، محسن حیدری هستم. با آموزش بالا بردن امنیت مودم در خدمتتونم. در این آموزش 4 روش ساده ولی کلیدی برای امنیت مودمتون گفته میشه. اولین روش، جلوگیری از برودکست SSID برای سیستم هاست. برای مخفی کردن مودمتون ابتدا وارد پنل مودمتون شید. به تب اینترفیس ستاپ برید و از زیر منوی آن وایرلس را انتخاب کنید. حالا از قسمت مولتیپل SSID سیتینگ به دنبال گزینه برودکست SSID بگردید و مقابل آن را به نو تغییر دهید. خب حالا شما موفق شدید مودمتون رو مخفی کنید، ولی همانطور که میبینید خودتون هم نمیتونید به وای فای متصل بشید. برای اتصال به مودم باید نام وای فای و رمز رو به صورت دستی وارد کنید. ابتدا به قسمت تنظیمات گوشیتون برید و بعد گزینه تنظیمات بیسیم و شبکه‌ها وایرلس اند نتورک رو انتخاب کنید. در صفحه بعد گزینه تنظیمات وای فای سیتینگ رو انتخاب کنید. به انتهای لیست شبکه‌های وای فای برید. روی گزینه اد وای فای نتورک کلیک کنید. حالا باید اطلاعات شبکه وای فای مورد نظرتون رو وارد کنید. ابتدا SSID یا همون نام مودمتون رو وارد کنید. دقت داشته باشید که به حروف کوچیک و بزرگ هم حساسه. و بعد روی گزینه سکیوریتی کلیک کنید. و از این لیست کشویی باز شده روش اعتبارسنجی شبکه را انتخاب کنید. در آخر هم رمز شبکه وای فایتون رو وارد کنید و روی دکمه کانکت کلیک کنید تا اتصال برقرار شه. روش دوم، فیلترینگ مک آدرس. خب تو همون پنل مودمتون به مسیر اینترفیس ستاپ و زیر منوی آنلاین رو انتخاب کنید. در بخش DHCP تیبل میتونید مک آدرس دستگاهایی که الان به مودم وصل هستن رو ببینید. حالا مک آدرس دستگاه مورد نظرتون رو کپی کنید. از منوی پنل تنظیمات مودم به مسیر اینترفیس ستاپ زیر منوی وایرلس برید. پس از رجوع به قسمت وایرلس در پایین صفحه و به بخش وایرلس مک آدرس فیلتر برید. جهت فعال کردن قابلیت محدود شده دستگاه‌های ورودی تیک اکتیویتد گزینه اکتیو رو بذارید و در بخش اکشن گزینه الا اسوسییشن رو انتخاب کنید. همانطور که دیدید 8 فیلد برای معرفی IP دستگاه دلخواهتون وجود داره که میتونید مک آدرس دستگاه مورد نظر را در یکی از فیلدهای مک آدرس 1 تا 8 وارد کنید. سپس جهت ذخیره و اعمال تغییرات بر روی دکمه سیو کلیک کنید. روش سوم غیر فعال کردن WPS. در دستگاهی که دکمه فیزیکی WPS پشت دستگاه موجود هست با خاموش کردن اون و در دستگاهی که موجود نیست وارد تنظیمات مودم شده و به تب اینترفیس ستاپ برید و از زیر منوی آن وایرلس انتخاب کنید. سپس از قسمت مولتیپل SSID سیتینگ گزینه Use WPS رو پیدا کنید و آن را غیر فعال کنید و در آخر سیو کنید. روش چهارم، روش تغییر رمز ورود به پنل تنظیمات مودم. از تب مینتیننس قسمت ادمنستریشن می توانید پسورد جدید برای صفحه تنظیمات خود بذارید. سپس از صفحه تنظیمات خارج میشید و میتونید با رمز جدید دوباره وارد شید. و در آخر هم تشکر میکنم که این ویدیو آموزشی رو تماشا کردید.